از آخرین نقطه غربی افغانستان و تمام میهن عزیز ما به های میدان و تای میدان خوش آمدید. ما به دنبال زیبایی های ناب وطن و فرهنگ های اصیل وطن آمدیم به آخرین نقطه ولایت زیبای نیمروز تا یک برنامه کاملا ویژه و یک برنامه فوق العاده زیبا را تقدیم شما بکنیم. در این برنامه ما قرار است که آشنا شویم بیشتر با هموطنای قوم بلوچ ما، در رابطه با فرهنگ ناب مردم بلوچ ما بپرسیم و امروز را از بام تا شام در کنارشان باشیم. در رابطه با رسم و رواج، عنعنات و همچنان پیشینه تاریخی اقوام بلوچ ما بیشتر معلومات کسب بکنیم و با شما هم شریک بسازیم. پس در این سفر پر از خاطره ما را همراهی بکنین و خاطرهای بسیار خوب ثبت دفترچه خاطرات ذهنتان بسازین. فعلا هم ما در امی دشت‌های وسیع و پهناور ولایت زیبای نیمروز قرار داریم. دشت‌های خشک، بی آب و علف، دشت‌هایی که گذشته‌ها از شکوه و جلال زیادی برخوردار بود. در قسمت دست راست ما هم که می‌بینین در چند کیلومتری ما کشور ایران قرار داره و همچنان مقابل ما که به طرف دست چپ ما میشه. البته باید چندین کیلومتر ما پیشتر بریم، باز سرحد داریم به کشور پاکستان. خب لابلا قصه های زیاد داریم، حرف و سخنهای زیاد داریم که در این برنامه هم تقدیم شما بکنیم. پس کافی است که یک ساعت ما را پرشور و هیجان همراهی بکنین. جا داره که من پیش از پیش بسیار زیاد تشکر بکنم از اقوام عزیز بلوچ ما که ما را همراهی کردن، زحمات زیاد کشیدن، لطف و مرحمت گذاشتن. جناب آجی صاحب محترم، احترامات بازم تقدیمتان. خدا کنه که خوب باشین. خوش آمدید. سلام علیکم بلوچ صاحب. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ اجازه است؟ بسیار زیاد تشکر. نام خدا چقدر زیبا و رنگارنگ شده اینجا. آغاز به هر شکلی که باشه زیبا و خوشایند است و به خصوص امروز یک آغاز بسیار خوشایند داریم که در کنار اقوام بلوچ ما قرار داریم. خیلی هم من خوشحال هستم که کنارشان هستم. جناب آجی صاحب سردار عبدالرزاق خان بلوچ، رئیس شورای مردمی بلوچ ما در ولایت نیمروز در کنار ما هستند. همچنان حمیدالله خان بلوچ، یکی از بزرگای بلوچ ما در کنار ما هستند تا بیشتر آشنایی حاصل بکنیم با اقوام بلوچ ما و شاخه های قوم بلوچ ما. دیگه جناب آقای صاحب از شما میشتیم اگر سلام کلامی دارین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحال هستیم که شما تشریف آوردین به ولایتی که به حساب دور افتاده و خشک وقتایی که بسیار زیبا بود و باغهای بسیار بزرگی داشت، ولی الان میبینی که ریگ و ریگزار است. تشکر. بسیار خوشحال هستیم که شما آمدید به اینجا. بخیر باشین صاحب. حمیدالله صاحب از شما میشنیم اگر سلامی دارین. تشکر. سلامت باشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون طلوع، مخصوصا برنامه های میدان ته میدان و شما را همکارای عزیز شما را به ولایت باستانی نیمروز خیر مقدم عرض میکنیم. خیلی خیلی خوش آمدید. بسیار زیاد تشکر میکنم. جناب آقای صاحب چه خوب است که ابتدا از شما بشنویم در رابطه با شاخه های اقوام بلوچ ما، ای که در کدام قسمت ها زندگی میکنن. مردم بلوچ ما 57 شاخه داریم. 57 شاخه از بلوچ هستند که در ولایت های مختلف مخصوصا در نیمروز مرکزشان هستند، مثل ایلمند، قندهار، هرات، فرا و سمت شمال. ما در بدخشان، کندوز، تخار، کلگی جا به حساب بلوچایی که زندگی از همینجا رفتن. بله. در او وقتا در او زمان بسیاری از بلوچایی که یا با مرزهای مخصوصا بلوچایی که هستن مکمل از قندهار تا بدخشان، همین مرزه که نگاه داشتن بلوچا بودن به او وقتای زمان قدیم و شاخه ها تقریبا بسیار به حساب دو بخش هستند، براوی و رخشانی. اینا دو شاخه هستن از بلوچایی که به حساب. بسیار خوب. میشه که جناب آقای صاحب واسمون چند شاخه بر ما یاد بکنین، نام ببرین؟ ما شاخه رخشانی هست،
شاخه نارویی است، ابابکی است، گورگیز است، یاگیزی است. به حساب براوی ما 2 بخش که داریم به حساب اینا. بسیار خوب. بله. قربان شما. جناب امیدالله صاحب، چه خوب است که شما بیشتر بر ما معلومات بتین در رابطه با پیشینه تاریخی اقوام بلوچ ما. سلامت باشی عباس جان. قوم بلوچ یک قومی است با تاریخ کهن و پیشینه دور و دراز، اما ما میخوایم بیشتر در رابطه به قوم بلوچ در افغانستان و نقشی از او و پیش از او صحبت بکنم. اصلا 2 بخش تقسیم میشه. یکی که مرزهای تحمیلی به وجود آمد بعد از چه نقشی داشته و پیش از که مرزهای تحمیلی به وجود بیاید چه نقشی داشته. به ما شما معلوم است و در نقشهای سیاسی دنیا ما شما دیدیم و در تاریخ هم خواندیم و هم شنیدیم که بلوچستان یک کشوری بوده مستقل، دارای عظمت بزرگ و یک حکومت مستقل بوده و بسیار مردم شجاع و توانایی داشتند. پیش از اینکه مرزهای تحمیلی به وجود بیاید خود بلوچستان روابط خود با دنیا داشته، روابط بین الملل خود حفظ کرده. بیشتر چون ریشه زبان اگر ببینیم با پشتو، دری و فارسی هم ریشه هست و اون نزدیکی نشان داده و دوستی خود بیشتر امرای مردم پشتون و دری و فارسی. روایت هم است که ریشه در تمدن آریایی داره. بله دقیقاً. بنابراین زمانی که مرزهای تحمیلی آمده و گلد اسمیت که آمده و مرزها را جدا کرده، بعد از او 3 تکه کرده بلوچستان و گوشه به افغانستان، گوشه به ایران و گوشه به پاکستان واگذار شده. بعد از او که مرزها تحمیلی آمده و جدا شدن، هر کدام تابعیت کشور گرفته، مشکلاتی هم به وجود آمده بین اینها و بنابراین کم کم آمده ضعیف هم شدن تا حدود حتی روی زبان آنها نماندن که روی زبان کار بکنه و از زبان هم عقب ماندن. چیزی که ما شما میبینیم حتی در افغانستان ما میبینیم که در مناطقی که بلوچ نشین هستند و نظر به قانون اساسی که حکومت قبلی داشته باید کتاب‌های چاپ می‌شد و به معارف می‌رسید و به مکاتب پخش می‌شد و تدریس می‌شد که متاسفانه نشد. و ما از حکومت فعلی و حکومت امارت اسلامی افغانستان این تقاضا را هم داریم که در این راستا همکار باشند و اقدامات لازم را اینها روی دست بگیرن و برنامه‌های داشته باشند که ما دپارتمنت و بخش‌های و پوانزه‌های ما می‌خواهیم که در بخش بلوچی داشته باشیم، مخصوصا در ولایت نیمروز، که ما بتوانیم که روی زبان خود، روی فرهنگ خود بیشتر کار بکنیم. گپ از فرهنگ شد، متاسفانه در حکومت قبلی روی فرهنگ هم کار نشده. حتی هر قدر تانستند فرهنگ را زیر پا هم کردند که چیزی که امروز ما میبینیم در حکومت امارت اسلامی الحمدلله استقلالیت خود بیشتر داریم در مسائل کار روی فرهنگ، یعنی اونها بیشتر کار میکنن روی فرهنگ، اجازه داریم که کار بکنن، اما امکانات در دست نیست. ما میخوایم که روی موضوعات امکانات در اختیار ما قرار داده شود و از طریق اداراتی که در بخش فرهنگ کار میکنن و در بخش غنیسازی و رشد فرهنگ هست و در رشد ادبیات هست، تقاضای ماست که بیشتر روی از کار شود و امکانات روی دستشان گذاشته شود. توجه بیشتر خواهان هستیم. جا داره که تشکرم داشته باشیم از حامی برنامه ما انرژی اتک. انسان‌های قدرتمند قله‌های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله‌های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. طعم خوب داره، بفرمایید یک علق و گلون تازه کنیم.
خب جناب بلوچ صاحب، شما هم بر ما بیشتر معلومات بدین درباره ای که اقوام بلوچ ما که در گوشه و کنار به شاخه‌های مختلف تقسیم شدن، اینا باز با کدام زبان ها صحبت میکنن؟ همگی بلوچی صحبت میکنن یا هم لهجه ها در هر گوشه و کنار باز تفاوت‌های داره؟ در افغانستان اکثر جاها بلوچی صحبت میکنن و همون لهجه خود از دست نداده، یعنی از پیششان نمانده. ولی در طرفای هلمند، کندهار کسایی هست که پشتو صحبت میکنن. طرفای شمال بدخشان دری صحبت میکنن. هرات بلوچی هم صحبت میکنن، دری هم صحبت میکنن، ولی بیشتر بلوچی صحبت میکنن. طرفای کندوز هست هم ازبکی صحبت میکنن، هم دری صحبت میکنن. ما داریم بامیان کسایی هستن که در ولسوالی کجران همگی دری صحبت میکنن. در ولایت نیمروز همگی بلوچی صحبت میکنن. در فرا بلوچی هم صحبت میکنن، دری و پشتو هم. اما اکثرشان در ولایت دیگر که رفته و در سرحدات که جای گرفته مثل هلمند، کندهار یا کندوز گفتم یا طرفای بدخشان، اینا پشتو و دری صحبت میکنن. بسیار خوب. آیسب شما بر ما بگین حالا از مشکلات و چالش هایی که سر راه اقوام بلوچ ما قرار داره، شما میشه که به نمایندگی از بلوچ های ما که در ولایت دیگه هم هست صحبت داشته باشین اینجا با چی مشکلات مواجه هستن گاهی که یادآور میشن؟ بلوچ های ما اول در این منطقه که به نیمروز یادآوری میکنیم، نیمروز بزرگترین مشکلی که دارن مشکل بیابی است که ما بتانیم که اگر آب باشه اینا مهاجر نمیشن. حالا بیشترشان مهاجر شدن، وطن خالی شده. به حساب این بزرگترین مشکل ملیت بلوچ است که از اینجا میرن داخل شهرها میرن یا مهاجر میشن به ایران، پاکستان میرن و کشورهای دیگه. این مشکل باید از نگاه آبرسانی به این منطقه به حساب ای باشه که مردم بلوچ بیشترشان مالدار هستند، کشاورز هستند، زمیندار هستند. اینجا زمینهشان بسیار زیاد هستند. این وقتی که بوده گدام آسیا بوده، از همین منطقه گندم، میوه‌جات، میوه‌های خشک و میوه رفته به تمام کشورهای دیگر رفته از همین منطقه. اینجا در اون زمانه بسیار جمعیتش هم زیاد بوده، ولی الان میبینی که تمام قریه خالی شدن. از نگاه تحصیلات به حساب ما مشکلات زیادی داریم، استاذا معلمان نداریم. در منطقه بسیار دور اصلا اونجا مدرسه فعال نیستن، مدرسه هایی که به حساب اونا باید فعال بشن. این مشکل ما هست. میخوایم که بتانن همی بچه هایی که تحصیل کنن، بدون تحصیل نمیشه، هیچ امکان نداره. بدون تحصیل کسانی یعنی کشوری که پیشرفت میکنه با تحصیل، با علم پیشرفت میکنه. ما از بعض قسمت هایی که همون پل ابریشم که قرار داره اونجا دیدیم که برق وارداتی از ایران آمده به افغانستان. آیا با این قسمت قدر فاصله زیاده؟ ما فکر نکنم که داشته باشیم دیگه از زیاد. این برق از این قسمت ها یا نه؟ برق ما نداریم. ما تقریبا علا خانه هایی که در مرز هستن تقریبا او طرف اونا برق دارن ایرانیا، ولی ما برق نداریم. بسیار مشکلات هست بدون برق، بدون آب، بدون سرک. اینا مشکلات هایی هستن، بدون مکتب. همینجا افتاده هستن و زندگی بسیار دشواری دارن این مردم. خداوند مهربان است. ان شاء الله ما هم توجه بیشتر خواهان هستیم تا امکانات بهتر و خوبتر به دسترس از این هموطنان عزیز ما قرار بگیره. بسیار زیاد تشکر میکنم جناب وایس از شما، جناب بلوچ صاحب از شما هم تشکر. این بزرگوارا و جمع زیادی از هموطنان دیگه ما که امروز ما را همراهی کردن، آمدن، لطف و مرحمت گذاشتن هستن. لابلا به تمام موضوعات میپردازیم، بیشتر در رابطه به فرهنگ و عنعنات مردم بلوچ ما، همچنان همین لباسای زیبا آشنایی حاصل میکنیم. میریم سر سفره همدلی و طعم غذای محلی مردم بلوچ ما را هم مزه میکنیم دیگه. شما هم تو لابلا آیسته آیسته های میدان و تای میدان بیننده باشین و از این دیار زیبا و با شکوه بیشتر و بیشترتر لذت ببرید.
تشکر میکنم از همراهی تمام شما خوبان. لابلا قدم زده آمدیم چون امروز مهمان اقوام بلوچ ما هستیم. دیگه بسیار زیاد لطف کردن، زحمت کشیدن و همینجا انواع مختلف کباب بلوچی را آماده کردن و ما هم خواستیم که همین کباب هم به تصویر بکشیم و اینکه چه قسم آماده میشه، چند نوع کباب بلوچی است. ظاهر عزیز هم است در کنار ما، همچنان میرولا جان هم است کنار ما. ظاهر جان خوب هستین؟ قربان محبتت. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. قربانت. بخیر باشین. میرولا جان خودت چطور هستی؟ خوب هستی ان شاء الله؟ زنده باشی. خوشحال شدیم که آمدید. تشکر. ظاهر عزیز چند نوع کباب امروز آماده کردین شما؟ امروز 3 نوع کباب. 3 نوع. 3 نوع. خب بسیار خوب. کدام نوع است؟ اصلا می‌خواستیم 4 نوع کباب آماده کنیم چون دشت بود. وای دشت چوب بود چیزا کم بود که دیگه کباب دیگه هم می‌کردیم برای. خب یک نوع کباب بود، کباب سیجی ماست. بریم یک کمک نزدیکش هم اینجا. خب بسیار خوب. این را به نام کباب سیجی میگن. خب این به این شکل پخته میشه؟ این به این شکل پخته میشه، 2-3 ساعت بعدتر پخته میشه. فکر باشه که چوب اینجا در میتیم و چوب در میتیم، از هر دو طرف آتش میشه و این میتو پخته میشه. تمام قسمت‌های قبرغه دیگه یک قسم کباب میشه. هر رقم میشه، گوسفند بسته هم میشه. ما امروز می قبرغه را برش خب بسیار خوب. بیاین خیلی طرفدار دو نوع دیگه هم که مانده نام بگیریم. این کباب سیخی است. این کباب سیخی است که در اکثر جای ولایت نیمروز نمی اقوام بلوچ رواج است که نمی کباب سیخی را زیادتر پخته میکنه. کباب سیخی است. کباب سیخی است. میرولا جان بله. از این کباب برای ما یاد بگو که این بار اول است که من میبینم توسط موتر به حرکت میاد، نه توسط ماشین. این دستگاه یک نوع دستگاه است که اینا از پاکستان میارن، نه؟ خب اینا خیلی مخصوص همین گوشت است که چی کنیم کباب جور میکنیم کته زنه ما. خب بسیار دیگه این خیلی لوکس پخته میشه، با ماشین بطری وصل میشه، مشکلی نداره. موتر خو خاموش نمیکنه، بطری را صفر نمیکنه، نه دایداش اگه باز ماشین اگه خاموش باشه که به برق بزنه بطری را صفر میکنه. خیامی کباب است که جوانای بلوچ ما می رقم درایو میکنن. ما که دمی مسیر راه آمدیم یک 40 یا 50 موتر ما را همراهی کردن این بزرگوارا که ازشان بسیار زیاد ما تشکرم میکنم. زنده باشید. دیگه عجب دریوری میکنن. سلامت باشید، زنده باشید. دیگه شکم دریوره اگه سیر باشه گوشت باشه دریوری خوره میکنه، نه مشکل نداره. میگن که گوشت در امروز همی بسیار یک گوشت شیرین است. چی علت است؟ زاهد جان امی علف و لوفی که دیجا است، اینی یک کم ذره شور است، نمک داره. خب بخصوص از چخانسور خوب بیخی؟ از چخانسور بیخی در این منطقه یک گوسفنده و تو آلای خورد داره، گوشتش بسیار شیرین است نسبت به دیگه چیا دیگه ولایت. بسیار خوب. امی خود لوفه شور است، اونم به او خاطر گوشت شیرین است. بسیار خوب. امروز خب بسیار زیاد زحمت هم کشیدین، از هم یاد بکنین که چند دانه گوسفند اینجا کباب کردین. وظیفه ما است. ما به افتخار شما هنوز چیزی نیست کردیم. بزرگوار هستید. والا یک 4 دانه گوسفند برای شما حلال کردیم، کباب میکنیم که باز نوش جان کنیم که به خاطر خوبی از ولایت نیمروز ببریم. قربانتان. اینجا یک دیگ هم است میرولا جان. این دیگ چی آماده میکنه دوستا؟ داخل دیگ دیگه دو نوع کباب ما میتونیم داخل از دیگ جور کنیم. دو نوع. یکی مثلا کباب نمکی میکنیم، نمک زیر دیگ میذاریم، باز گوشت رو سرش میذاریم، مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه سر زغال میذاریم، فقط سر زغال. بله. اول یک بار یک دوره کباب میکنین، بعد از بازی رو در دیگ مندازین به خاطر از اینکه آماده شوه. این کباب حالا پخته کرده باشه، کباب پخته میشه او را دو دیگ میمونیم. اون کباب که دو دیگ هم تو گرم بانه بازو که کم کم خورد دیگه پخته میشه. او کباب دیگی گفت، او کباب دیگه کباب است. بسیار خوب. امروز به کتنکی ما شما کچالو را زیر میمانه، هم کت نمک پخته میشه، هم کت کچالو را زیر میمانه، گوشت سرش میمانه، عین مثل کباب واری مثل روش آماده میشه. و نمک هم پورا به اندازه 4 ناخن نمک میندازه، در نمک هم پخته میشه. بسیار خوب. حالا چقدر وقت مونده که کباب آماده شوه؟ کباب ما شما آماده است، نزدیک به آماده، نصفش آماده شده، نصف دیگهش آماده میشه. این میبینی این کباب آماده شده. این کباب ما شما 2-3 ساعت طول میکشه. این 2-3 ساعت طول میکشه. این کباب ما شما آماده آیسته آماده شده. بسیار خوب. خب دوستا، ما هم زیاد صحبت نمیکنیم و مزاحم کار از برادرام نمیشیم که اینا چندین نفر است که اینجا مصروف همی آماده کردن کباب است. دیگه آیسته میریم دور سفره
هموطنای بلوچ ما میشیدیم. چند لحظه در رابطه با رسم و رواج و عنعنات هم قصه میکنیم. دیگه جمع زیادی از بزرگای اقوام بلوچ ما اینجا حضور دارن و به پذیرایی ما آمدن. همراهشون میشینیم، بیشتر قصه میکنیم و در رابطه با غذاهای محلی اقوام بلوچ ما هم صحبت میکنیم. میرلای عزیز تشکر از خودتان، از شما بسیار زیاد تشکر. موفق باشین. خوشحال شدیم. قربان زنده شد. دوستان عزیز، پیش از که بریم به سفره خواستیم که طریقه پختن نان خشک اصیل بلوچی ما را به تصویر بکشیم، با شما هم شریک بسازیم. حمیدالله صاحب عزیز، قربان از محبتایتان، قربان از که همی فرهنگ اصیل بلوچی ما را امروز تلاش کردیم که به دوستان به تصویر بکشیم. تشکر از شما باسط جان، تشکر از که شما این همکاری را کردید و شما در واقع فرهنگ بلوچی را به تصویر میکشید. ما فعلا یک نمونه از نان خشک که توسط بلوچا پخته میشه اینجا پخته میکنیم که نامی از او وری هست. وری را برش وری میگن؟ وری چون این زیر ریگ میشه، ور میشه. ور هم زیر ریگ کردن میگه، یک کلمه اصیل بلوچی است. به این خاطر نامی از وری هست و این مخصوص کسایی هسته که در دشت و صحرا هسته و گاهن میشه که در دشت و صحرا کسی بمانه باید را یاد داشته باشه. یک فن هست که هر کس هم نمیفهمه، ولی هر کس نمیفهمه را باید یاد داشته باشه که چه رقم پخته بکنه که حداقل بتونه خود نجات بده. جایی است که نه تنور است، نه تنور است، نه هیچ چیز نیست. مثلا اینطور است که آردم بالای شتر هست، آبم بالای شتر هست و امکانات ابتدایی را داره. فقط این آمده است که بعد از او خمیر بکنه و نان پخته بکنه. خب چه قسم آماده میشه ای؟ اول خوارد خمیر میشه که طوری که ما شما میبینیم. بله بله، دوستا با تصویر میبینن. منصور جان رو پخته آماده میکنه. وری را بعد از او را گرفته جایی که قبل از قبل آتش شده و داغ شده ریگ، حالا زیر ریگ میکنه مدت 15 تا 20 دقیقه انشالله الی 30 دقیقه آماده میشه، یعنی پخته میشه. خب بسیار خوب. یعنی اینجا امی آتش چقدر دیر روشن کرده بود؟ چقدر پیشتر که تا ریگ گرم شده؟ یک ساعت 2 ساعت پیش روشن میشه یا کم؟ نه، صرف فقط امی اندازه است که امو بسوزه و ختم شو، امو غیرش به استرا امو زغالش بمانه، خاکستر باقی بانه دیگه. امو زغال باشه، زغال یک کم ذره باشه که امو ریگ داغ شو. خوب درست خوب داغ شو، باز خمیر ما بین ریگ مانده میشه و دوباره ریگ بالای میآید، چی هم میآید، زغال هم میآید بالای. نان ریگ به خود نمیگیره؟ نه، ریگ که است نمیچسبه. خب نمیچسبه. نه، ریگ نمیچسبه. بعد از او که نان بلند کردیم باز انشالله ما شما میبینیم که ریگ یک تکان بده، ما شما ریگ دوباره بیرون میشه و باز او نمیچسبه. هرچند که فعلا امکانات زیاد است، ولی ما صرف خواستیم که یک نمونه از امو نان اصیل بلوچی ما را به تصویر بکشیم که چه قسم آماده میشه. خب باسی جان، تا وقتی که منصور جان را آماده میکنه انشالله که ای تا 20 دقیقه طول میکشه ای آماده شود. ما شما بعد میریم پیش بزرگای قوم بلوچ، مهمانا که آمده در خانه فرهنگی و در خانه اصیل بلوچ که به نام گدان ما میگیم اونجا نشسته هستند و امرای اونا میبینیم انشالله تا که غذا آماده میشه و اونجا انشالله با هم غذا را میل میکنیم و پیشینیم که
عجب کاری از استاد مانده نباشه. صحتت خوب است؟ بخیر هستی؟ الحمدلله الله دیگه ما پیشتر خاکستر گفتم نه زغال. دوباره این زغالا رو به سرش زغال که این خوبتر آماده شود و نان پخته شود. زغال است بالای پس بالای ریگ میاد. درست. استاد عزیز چند دقیقه بعد این آلی آماده میشه؟ ان شاء الله 10 دقیقه بعد آماده میشه. 10 دقیقه بعد آماده میشه. بسیار خوب. انشالله که تا یک سر سفره بریم باز این هم با خود می داشته باشیم روش صحبت میکنیم. خداوند کمت نکنه استاد عزیز، قربانتان. بریم که جمع زیادی از دوستا آمدن تشریف دارن، همراهشان صحبت میکنیم دیگه. شما هم هستین قربانتان بلوچ صاحب بفرمایید. سپاس از همراهی تمام شما دوستا، از اینکه تاییدم با ما بودین. جا داره که بازم از مهربانی، مهمان نوازی و خوشکلامی تمام اقوام بلوچ ما تشکری بکنم که لطف کردن، مرحمت گذاشتن و یک سفره بسیار زیبا و سفره محلی اقوام بلوچ ما را هم آماده کردن و جمع دوستای دیگه هم هستن که انشالله باز دور سفره میشینیم و غذا هم میخوریم. بازم تشکر بلوچ صاحب، بخیر باشین، خداوند کمتون نکنه. سلامتی شما. چه خوب است بلوچ صاحب یک کمی همی سفره محلی مردم بلوچ ما را برای ما معرفی بکنین. همی غذاهای متنوعی که اینجا از شیرینی هایی که دیده میشه. بسیار خوب است. شما میبینی که رسم و رواج بلوچی است، سفره بلوچی است، تمامش از مثال این چبلک است. چبلک به حساب بلوچی میگن چبلک. این خمیر است، داخل روغن پخته میشه. این به حساب این کباب سجی است. جلوتر هم سیخ زده بودنش به حساب کباب سجی. این رواج به حساب بلوچه است که کباب سجی جور میکنن، آتش میکنن، باز اینو میزنن. جلوتر هم شما میشه گرفتن. این شیره و روغن است. شیره خرما با روغن مایه مثل گوسفند است. این قاطی میکنن. بسیار یک چیز خوب، خوشمزه و قوی است. اینا به حساب صبحانه اینا میل میکنن. خب بسیار خوب. این بط است میگن به حساب بلوچی بط، شیربط. گندم خورد میکنن با شیر قاطی میکنن، به حساب میپزن. بسیار خوشمزه و صبحانه هم خورده میشه، بسیار قوی هم هست. بسیار خوب. این لندو است. لندو. این گندم، خرما، کنجد. این باز در حرارت پخته میشه یا نه؟ نه، به حساب گندمش پخته میشه در حرارت. گندم بریان میشه. بریان خرما هم سرخ میشه، باز قاطی میشه. کلگی اینا با بیابان ها که برن این یک چیزی بسیار قوی است و خراب هم نمیشه. این خراب نمیشه. اینا میخورن بسیار یک. اینا با خود میداشته. بله اینا میداشتن. این وری است، نان وری. بله که جلوتر هم شما بلوچ صاحب معرفی کردن. بسیار یک نان بیابانی است، بسیار خوب. اینا دوستان نانی که شما دیدین که ما پیشتر در زیر ریگ قرار دادیم و اینا ببینین که چقدر خوب آماده شده. هیچمو یک ذره هم ریگ با خود نگرفته. نه ریگ نمیگیره. وقتی سرخ باشه یک تکان بدی ریگ نمیگیره. بسیار خوب پخته میشه، خوشمزه است. بسیار اینم بورکی است. بورکی ما بولونی هم میگه. شما بولونی میگیم، بورکی این رقم دیگه پخته میشه. این به حساب داخلش یک گیاه سبزی دشتی است، خودرو است. نام خدا قدر تنوع غذایی هم هست اینجا. حالا از کدام شروع بکنیم بلوچ صاحب؟ والا از هر کدامش که میل دارین. به حساب از لندو دوست دارین، کلوچه، کباب، هر چی که میخورید. اول یک لقمه از نان دشتی ما بگیریم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم.
شما هم بفرمایید بزرگوارا بفرمایید. گوندین چشم. ایسه مشکل بازی. بلوچ صاحب چقدر این خوشمزه آماده شده. خیلی خوشمزه میاد. خیلی خوشمزه است. بگیر باسی جان. این ازی هم مزه کنید. این خرمایی است. تند و شیرین یک جای خورده. قربانتان صاحب بزرگوار هستید. جا داره که تشکرم داشته باشیم از حامی برنامه ما انرژی اتک. انسان‌های قدرتمند قله‌های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی باقی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله‌های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. طعم خوب داره صاحب، میتونید شما هم بنوشید. بازم جناب بلوچ صاحب از شما تشکر میکنم، از شما جمع بزرگایی که اینجا حضور دارن و یک جمع زیادی از بزرگایی که امروز به پذیرایی ما آمدن. خداوند عزت نصیبشان بکنه. انشالله که با اونا هم یک جا میشینیم، هم اینجا غذا میخوریم و بعدش هم باز با برنامه ادامه میتیم. یکی از بازی های محلی اقوام بلوچ ما رو میبینیم، همچنان لباس های محلی اقوام بلوچ ما رو میبینیم. دیگه شما هم ما رو همراهی بکنید. بفرمایید. بفرمایید. شما سجی نگرفتی واسه جان؟ خیر میگیرید. شما سجی بگیرید. کباب سجی بلوچی هست. باسط جان عزیز، حضور شما را به حالت امروز خیر مقدم عرض میکنم و همچنان لنگوته خاص بلوچی را که مشهور به کاکڑی پیچ است تقدیم شما دوست و برادر عزیز میکنم که انشاءالله تعالی با فرهنگ خصوصا فرهنگ لباس و پوشش بلوچا بیشتر آشنا شویم. قربانت شم. بسیار زیاد تشکر. دوستان عزیز، فعلا هم داخل گدان بلوچی هستیم. چطور میگم این لنگوته بلوچی برای من ماشاءالله بسیار مقبول. قربانت شم. امید عزیز دل ما که امروز از امی بام تا فعلا در کنار ما بود، دوش زحمات زیاده کشید دیگه. امی گدان خیلی زیبا آراسته کرده با امی صنایع دستی خواهرای عزیز بلوچ ما که واقعا خیلی زحمت کشیدن و خیلی هم زیباست. همچنان خواهرکای عزیز ما، برادرکای قندول و نازنین ما که ببینین که چقدر زیبا معلوم میشه. امید قند اگر سلامی برای دوستا هم داری که همراه ما در خدمت است. حضور شما را، تشریف آوری شما را، باسط جان، خیبر عزیز، تیم همراه شما، تمامی همکارای تلویزیون طلوع بخصوصا برنامه میدان تا میدان با ولایت نیمروز خیر مقدم عرض میکنم. امیدواریم که ولایت نیمروز آن جاذبه های لازمه را برای برنامه شما داشته باشه و مورد توجه شما قرار بگیره. قربانتان. خواهر گلم، خودت هم خدا معرفی کو بخیر. اسم من ناجو است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزتمند واجهان باز باشید. شرقلش خوش آمدین. and welcome to the Nimroz historical and beautiful city. آفرین ماشاءالله، این استعداد خوب. خودت هم خدا معرفی کو. شهسوار قند برای طفلا، برای کسایی که تو را میبینه.
سلام، من شهسوار هستم. آقای باسط جان، آمدن شما را به ولایت نیمروز خوش آمدید میگم و شاتید به نیمروز. از طریق برنامه و تلویزیون خوب شما سلام های گرم کودکان نیمروزی را به کودکان افغانستان تقدیم می کنم. آفرین، ماشاءالله، چقدر زیبا صحبت میکنن. شهسوار جان پسرک امید جان است. امید جان عزیز، بسیار زیاد تشکر میکنم. این حال یک کمک بر ما در رابطه به لباس پسرای نیمروز بگو، باز از خواهرکای ما را مشنیم از زبان خواهر ما. تشکر از شما. طوری که ملاحظه میکنین لباس بلوچی چه دخترانه باشه چه پسرانه، چه از مردا و چه از زنا، ویژگی خاص خود داره، نمایش خاص خود داره که برجستگی خاص خود داره که از طبقه ذکور ما شما میبینیم. چیزی که خیلی برجسته است همین لنگوتی خاص بلوچی است که مشهور به کاکڑی پیچ است و همچنان خود همین لباس بلوچی در سطح منطقه، حالا چه ولایت نیمروز باشه چه حتی خارج از ولایت نیمروز با کشورهای همسایه ما شما به مناطق بلوچ نشین، همین پوشش خاصی که شما میبینین، همین لباس به این منطقه به نام لباس بلوچی مشهور است. بسیار خوب. خواهر گلما، خودت مینال بگو از لباست بر ما. بسم الله الرحمن الرحیم. این لباس مخصوص زنان و دختران بلوچ است و مشهور به زیاستون می باشد. به خاطر چند ویژگی که دارد بسیار خاص است و همچنان شغل اول یا دوم اکثریت زنان بلوچ است و هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارد. آفرین، عجبه قند و نازنین. ملیساگک ما رو میبینین که چقدر لباس مقبول بلوچی پوشیده. نام خدا. امید جان بسیار زیاد تشکر میکنم از این آمادگیتان، از این لطف و مهربانیتان. خب کجا روان هستیم؟ ما دوستا رو منتظر ماندیم، اینال خودت بگو که بخیر بریم. تشکر از شما. طوری که عجوه جان هم گفت در رابطه به لباس مخصوص که همو برجستگیش همو که مشهور به زیگفتان است، توضیحات به صورت کلی را عجوه جان دادن. بله. از زیبایی خاص برخوردار است. خب این در رابطه به لباس و پوشش بلوچی بود. یک بخش دیگه از برنامه ما شما بازی ها و سرگرمی های بلوچی است که ما شما خودتان میفهمید که هر منطقه، هر محل و هر قوم بازی های مخصوص خود داره. انشالله تعالی قرار است که یک از این بازی ها را ما شما به تصویر بکشید. خودت باید همراهی ما بکنی. بریم یالا بخیر. تشکر. آفرین. نام خدا. ایرا دوستا، فعلا هم در بخش پایانی برنامه قرار داریم. آجی صاحب زبیولای عزیزم همراه ماست، امید جان هم از کنار ما و این شطور زیبا هم است که ببینین که چقدر زیبا آراسته شده. امید جان بیاین همین طرف که باز آهسته آهسته بخیر بریم. چی خوب است یک کمک درباره همین شطور بر ما بگینی، در کدام مناسبت های هم در کدام ایام این قسم تزیین میشه و آراسته میشه؟ درست. اون که مشاهده میکنن این شطور تزیین شده که به بلوچی پلوچرینگ میگن، ایره آراسته شده. این زمان ایتو پلوچرینگ آراسته میشه که کدام مراسم خاصی که باشه، حالا خصوصا مراسم عروسی که باشه به می شکل آراسته میشه و در بعضی جشنهای خاص مثلا او قدیم الایام نوروز و کدام جشنهای دیگه که بوده، همین رقم روزایی که مردم شادی داشتن، میله داشتن، شطور همین رقم تزیین میکردن. خب آقای صاحب بریم اونجا، دوستا هم بازی محلی بلوچی را انجام میدن. مهربانی. بفرمایید. مانده نباشین بیادران، مانده نباشین.
بازی غرسه حسین حسین حسین. حسین حسین بله، حسین. جز بازی های محلی که هموطنای ما انجام میتن. اینجا دیگه بهترین سهولت است که در ریگ هر چقدر بفتی آگاه هم نمیشی. همون طبیعت خاص. شطور ما رفت. شطور رفت دیگه. باش که بره. باش که بره. خب این جز بازی های محلی است. دیگه کدام بازی ها را باز جوان انجام میتن؟ آقای صاحب خودت بگو برای ما. بازی والا زیاد است در جوانه، مثلا راجی در بین جوانه بلوچ مثلا حسین است و دیگه لټکان میگم فکر کنم به نظر ما دیگه بیشتر در راجی بازی ها جان معلومات بیشتر داره. بفرما. این رقم است باسط جان عزیز که ما شما بعد از اینکه تلویزیون و تکنولوژی و اینترنت و گفا آمد کل دنیا تغییر کرد. بازی ها هم تغییر کرد. همون رقم که جامعه و فرهنگ تغییر کرد، بازی ها هم تغییر کرد. این بازیایی که ما شما میخوایم در مورد از اونها صحبت بکنیم، بازیایی است که در زمان طفولیت ما یا قبل از ما، وقت پدرها یا نیاکان ما از او بازی ها کردن، زمانی بوده که برق و اینترنت و تکنولوژی گفان نبوده. که نمونه مثالش این بازی حسین است. دیگه بازی ما شما داریم به نام اردکپران، دغچل. دیگه بازیایی بوده که در قدیم الایام از اونها استفاده می شدن، خصوصا با در نظر داشتن امو طبیعت و امکاناتی که در امو محیط محل بوده. مثلا امی ریگستان و ریگزار که میبینین خیلی فضای مناسبی است برای همچون بازی ها و سرگرمی هایی که حالا متاسفانه بگیم خوشبختانه بگیم با این تغییراتی که به وجود آمده در دنیا متاسفانه از اینا خیلی کم استفاده میکنه. اما بازم به صورت کلی مردم بلوچ با فرهنگ خود، حالا هر بخشی از فرهنگ از او باشد، بازی ها جزئی از فرهنگ بلوچ است که در قسمت حفظ و نگهداری بازی های خودم اینا توجه دارن، در حالی که شاید در سایر مناطق و سایر دنیا بخشای از کشور خیلی توجه صورت نمیگیره. اما این جوانای بلوچ زمانی که کدام جشن داشته باشن، خوشی داشته باشن، روزی که برای روز خوب باشه، باز در از امون روز از بازی‌های قدیمی و محلی هم یاد میکنن، یک دست بازی قدیمی هم میکنن. حالا هر چی که باشه معمول حسین است. خداوند کمتان نکنه. بازم بسیار زیاد تشکر میکنم از همگی. جناب آقای یوسف بفرمایید شما هم. یک بزرگوار هستین. بیایم دستارم همین شکل به هم بتیم کمی وحدت و یک پارچگی و همدلی و محبت های ما بیشتر شود و بیشتر به جهانیان به نمایش قرار بدیم. هموطنان عزیز ما، آهسته آهسته رسیدیم به پایان سفر ما در ولایت زیبا و باستانی نیمروز و بعض قسمت ها هم که سر نزدیم ما پوزش میخوایم. ان شاءالله که در سفرهای بعدی هم به تمام گوشه و کنار ولایت زیبای نیمروز هم سفر میکنیم. فعلا هم ناگزیر هستیم که از حضورتان خداحافظی بکنیم تا درود دیگر. همهتان به خداوند یکتا به همتا میسپارم. یشسن افغانستان، تل افغانستان، زنده باد پاینده باد افغانستان. بدرود.